به نام خدا. فردی ناجودانی هستم. دکترای پرستاری داشتم در ایران و رجیسترد نرس در انگلستان هستم اکنون و همچنین رجیستریشن پرستاری ایالات متحده هم دارم. تو این ویدیو که در کانال یوتیوب من در اون آپلود میشه، من میخوام به طور کلی خدمتتون عرض بکنم که در یک شیفت کاری پرستاران در بیمارستان‌های NHS انگلستان چه اتفاقاتی میگذره و چه چیزهایی رو به شکل واقعی شما میبینید و باید انتظارش رو داشته باشید. قبل از هر چیزی من از شما عزیزان میخوام که حتما اگر امکانش هست لایک و حتما سابسکرایب بکنید. این یک حمایتی از من و خیلی ازتون متشکرم و ممنون میشم اگر این کار رو بکنید. دوستان گرامی، میخوام واقعیت ها رو در این ویدیو خدمت شما عرض بکنم. نمیخوام بزرگ نمایی بکنم، نمیخوام چیزهایی رو حذف بکنم. اون چیزی که واقعا در یک شیفت عادی روزانه پرستاری اتفاق میفته برای پرستاران بند 5 رو ببینید. ما در سیستم NHS به طور کلی چندین بند داریم. اینها از پایین به بالا شروع میشه. پرستاران رجیستر نرس از بند 5 یا 5 شروع میکنن به کار کردن، یواش یواش میره بالا تا برسید به 9 که اونا بیشتر مدیران و مسئولین اونا هستن. خب برای ما پرستارایی که تازه اومدیم و وارد سیستم شدیم، یک روز کاری چه شکلیه؟ ببینید، اولش خب بالاخره شما وارد بخش میشید. این رو بگم خدمتتون که در اکثر تراست ها، مثلا تراست ما که این شکلیه، تا جایی که میدونم اکثر تراست ها یا بیمارستان های انگلستان هم همین شکلیه. داخل پارانتز منظور از کلمه تراست اینجا مجموعه های بیمارستانیه، همون تقریبا چیزی که شبیه دانشگاه های علوم پزشکی خودمونه. شما وارد مثلا بیمارستان میشید، وارد بخش میشید. این رو بگم که مثلا انگشت زدن و عرض شود که ثبت فیزیکی ندارید شما. یعنی قرار نیست مثلا شما یک کارتی بکشید یا اثر انگشت بزنید و متوجه بشن که شما مثلا در فلان ساعت وارد بخش شدید. نه، این شکلی نیست. وارد میشید، میرید رختکن. مردان و زنان جداست. لباستون رو اگر خواستید عوض بکنید، خیلی ها من جمله خودم با همین لباس میریم چون خیلی کثیف نمیشه. حالا بهتون میگم چرا. بعد از تغییر لباس شما حدوداً مثلا اگر شیفت صبح رو در نظر داشته باشیم، شما رأس ساعت 7:30 باید پروسه شیفتتون رو شروع بکنید. در مورد ساعات که ساعات مختلف شیفتی و کاری در انگلستان زیاد از من سوال میپرسن، باید من بگم که تقریبا تنوع خیلی زیادی هست. تقریبا یه جورای شبیه ایران ماست. این شکلیه که ما عموماً پرستارای اینجا شیفت های لانگ وای میستن، یعنی یا از صبح، همون صبح و عصر خودمونه که از صبح ساعت 7:30 شروع میشه تا از ساعت 8، یا اینکه شب دیگه از ساعت 7:30 عصر شروع میشه تا صبح ساعت 8. اما تو این مثلا 12 ساعت شما 1 ساعت بریک دارید که این رو باز خدمتتون عرض میکنم که یک تنفسی هستش 2 تا نیم ساعت شما میتونید برید برای استراحت، برای تنفس و هر چیز دیگه. اصلا کلا آف میشید از بخش. اینو کامل بهتون میگم. خیلی خوب. البته صبح کوتاه و عصر کوتاه هم هست. بعضا البته به ندرت این رو می‌نویسن، ولی به ندرت. علتش اینه که اینها به این فلسفه معتقدن که کیر باید خیلی کنتینیوس باشه، مداوم باشه. پرستار باید روزهای مختلف رو، یعنی 3 روز پشت سر هم صبح عصر باشه، بعد بره 4 روز آف بشه. تو اون 4 روز بره ریکاوری بشه، استراحت بکنه، بگرده، هر کار دیگه پول خرج بکنه. ولی تو اون 3 روز باید پشت سر هم باشه تا مریض ها رو خوب بشناسین. خیلی مهمه، نکته خیلی مهمه. به هر حال شما وارد ساعت الان 7:30. اولین کاری که پرستارها میکنن بهش میگن سیفتی هادل. یه جورایی راند پرستاری اولیه بخشه. تو اون راند همه یک گوشه از بخش، حالا یا سالن ورودی، کریدور یا یک اتاق یا هر جای دیگه متناسب با بیمارستان ها و بخش‌های مدرن احتمال داره تفاوت داشته باشه. اونجا ملت جمع میشن، پرستارا اونجان و HCA ها. ما یک پرسنلی داریم در NHS به اسم Health Care Support Workers یا Health Care Assistants. اینها تقریبا وظیفهشون همون
کمک بهیاریه که ما در ایران داریم. خیلی خوب، تو این سیفتی هادل یعنی چی؟ یعنی گرد همایی یا مثلا فرض بکنید راند ایمنی. مسئول شیفت شب میاد کلیات اتفاقاتی که تو شب افتاده و وضعیت کنونی بخش رو به شما و همه توضیح میده. مسئول شیفت شب کوردینیتور وای میسه یه جا، بقیه رو توی خط یک گوشه دیگه هستن ایستادن. از جمله کسایی که اونجا ایستادن خود نرس منیجره، یعنی خود هد نرس اونجا وایساده داره گوش میده به حرفای مسئول شیفت شب. خب میگن که آقا مثلا این تعداد مریض داریم، فلان تختمون خالیه. بعد مریض هایی که باید ذکر بشه وضعیتشون رو اونجا میگن. مثلا میگن تخت مثلا فرض کنید 5 این مثلا دیشب سقوط از تخت داشته مثلا، یا نمیدونم فلان تختمون تی پی ان میگیره، یا فلان تخت مثلا انجی تیوب داره، یا فلان تخت به اصطلاح یک مشکل خاصی داره. این رو میگن به طور کلی. کل این سیفتی هادل هم 5 دقیقه نهایتا 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. کلیاتی رو اونجا توضیح میدن. احتمال داره یک سری مسائل آموزشی کوچک رو هم بگن. مثلا بگن که آقا نمره مثلا هند هایجین ما تو این ماه مثلا 70 شده به طور مثال، یکم بیاد روی بیشتر کار کنیم. یا مثلا یک تعریفی از بخش شده، کسی یک نامه‌ای نوشته تشکر کرده، اون رو نشون میدن. یا یک شخصی، یک پرستار یا یک کسی دیگه یک کار مثبتی انجام داده، میزنن رو اون. چون سیفتی هادل که انجام میشه یک بورد بزرگی اونجا هست، اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح مین بورد یا بورد اصلی بخش. اونجا مثلا می نویسن که فلانی فلان آزمون رو پاس کرد، فلانی فلان کار خوب رو انجام داد و اینا یک تشویق هم نهایتا اونجا انجام میشه. خب این سیفتی هادل که انجام شد، بعد شما میرید چک میکنی که کجا هستی، چون اکثرا بخش های به اصطلاح انگلستان عموما بخش ها چند تیکه هستن و ایریا به ایریا، یعنی یک وارد داریم. البته این فقط تو وارد هاست یا تو بخش هاست، آی سی یو ها و بخش های دیگه فرق میکنه. به طور مثلا بخش ریسپیریتری مدیسین ما مثلا تو این بیمارستان یونیورسیتی هاسپیتالز اف کاونتری اند وارکشایر 3 تا وارد داره کل مجموعه ریسپیریتری مدیسین و اینها عرض شود هر کدوم از اینها چند تا ایریا دارن. من خودم توی به اصطلاح یک ایریایی هستم که بهش میگن NIV نان اینویزیو ونتیلیشن، یه جورایی تقریبا شبیه یه جورایی آی سی یو هستش. بیماران به دستگاه‌های بایپاپ وصلن تقریبا، حالا میشه گفت. خیلی خوب، شما مشخص میکنی که الان کجایی. قبلا نوشته شده، برگه هایی هست که مثلا فردین امروز تو ایریا 2 با فلان کسان اونجا شیفتن. میرید و تازه تحویل شیفت از اینجا شروع میشه. همکار شبتون داخل اتاق بیمارها. ببینید تو بخش های انگلستان همه اتاق خصوصی جداگانه ندارن. در یک ایریا که مثلا فرض بکنید 10 تا تخته، 4 نفر از مریض ها مثلا تو اتاق های خصوصی هن، ساید روم بهشون میگن. 6 تای دیگه تو اتاق های بزرگتر هستن که بهشون میگن بی. تو این بی ها احتمال داره 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر مریض باشن. بی های بزرگ تو بخش هایی که خیلی عمومی هن و خیلی احتمال عفونت اینا نیست هم باز وجود داره. احتمال داره در یک بی مثلا 6 تا مریض وجود داشته باشه. این شکلی هم هست. خب میرید شما داخل اون بی با همکاری که شیفت شب بوده، اونجا شروع میکنید به تحویل شیفت. همکار شیفت شبتون شروع میکنه به تحویل دادن مریض ها یکی به یکی. شروع میکنید، برگه های چاپ میشه، چون کلا حالا عرض میکنم سیستم الکترونیکی EPR اینجا هستش الکترونیک پیشنت ریکورد. اونا یک سری برگه های چاپ میشه بر اساس اسم بیماران و یک سری اطلاعات کلی رو نوشته. مثلا آقای جیمز نمیدونم سالش، این مقدار سنشه، این وضعیت سی پی آرش، که سی پی آر بشه یا نشه، این شکایت اصلیشه و یه چیزهای کوچولو نوشته. بعد شما می خودکار داری یه چیزهایی رو اضافه میکنی اونجا بر اساس چیزهایی که همکار شیفت شبت میگه. کاملا بر اساس مدل اسبار که ما میشناسیم بیمارا تحویل میشن. البته همه هم خدا وکیلی این رو رعایت نمیکنن. بعضی خوب تحویل میدن، بعضی خیلی خوب تحویل نمیدن. یک سری مسائلی که تو ایران هم بود اینجا هم باز دوباره هست. عرض شود خدمت مبارکتون تحویل که تموم شد و شما شناختید، الان
مدل های کار کردن یه مقدار متفاوته و خیلی بستگی داره به همکارتون. غالبا اینجا تقسیم بیمار بین پرستارا انجام نمیشه. یعنی اینطور نیست مثلا بگم ما 10 تا مریض داریم، 2 تا پرستار داریم، 6 تا مثلا کار بکنیم کلا. عموما این شکلی نیست. البته کمان که در بعضی از بخش‌ها هم شاید این شکلی باشه، ولی جایی که من کار میکنم این شکلی نیست. وظیفه‌ای کار میکنن. مثلا ما 2 نفر پرستاریم، 2 نفر هم HCA یا مثلا کمک بهیار. خب میگیم 12 تا مریض داریم. امروز شروع میکنیم کار رو با توافق. یک همکارم میگه که آقا من داروها رو میدم با اون ترالی مخصوص که روش کامپیوتر اینا هست. عکساش رو من تو مثلا پیج اینستاگرام تو قسمت پرستاری انگلستان گذاشتم. یک ترالی تقریبا بزرگی روش کامپیوتر و اینا هستش، کیبورد و موس و مثلا مانیتور از این اولینوان ها. اونجا سیستم EPR روشنه، شما میرید بالا سر بیمار، اسکنر هم هست، ریست بند یا مچ بندش رو اسکن میکنید، مریض تشخیص هویت میشه، بعد داروهاش رو میدید، میریزید تو کاپ، حالا خوراکی باشه تزریقی باشه هرچی میدید. مریض اول، مریض دوم. یک پرستار همه داروهای ساعت 8 رو میده، 8 صبح مثلا. یک راند دیگه دارویی داریم حدود ساعت عرض شود 12:01 و یکی دیگه ساعت حدود عرض شود 6:30-7 که آخریش هستش. حدود مثلا فرض کنید بعضی وقت 6 هم شروع میشه، بعضی وقت 5:30 هم شروع میشه که داروهای عصری. حالا من اشتباه گفتم 6:30-7، 5:30-6 بگم. خب این داروها هم یک همکار مثلا این شکلیه. یک نفر میره سراغ داروها، یک نفر دیگه میره سراغ تحویل بیماران. الان دیگه بچه‌ها همکار شبکار نیست، اون رفته. شما شروع میکنید یکی از پرستاران به تحویل یکی اتصالات بیمار و اسکین چک. اینجا خیلی مهمه. تقریبا تو همه بخش ها، جنرال باشه، ICU باشه، NIV، هر چی باشه، شما باید حتما اسکین چک بکنید. مخصوصا بیمارای بخش هایی که بیمارای ادالت یا الدرلی زیاد درشون هست. اینجا میایین شما با کمک یک نفر از اون HCA ها میرید یکی مریض ها رو خودتون رو معرفی میکنید. حالا بعضی وقتا مریض ها شما رو میشناسن، نیاز به معرفی نیست. معرفی میکنید به اصطلاح مریض رو اگر لازم باشه، البته لازم باشه که نه، اصولا باید این کار رو انجام بدید. باید بگردونید قشنگ پوستش رو ببینید که این احتمال مثلا بدسور داره نداره، اینا رو باید ثبت بکنید. ثبتتون هم بر اساس مثلا توی یک سری تبلت ها که مدینیت اینجا بهش میگن، یک سری تبلت های از این آیفون هاست، تبلته و اونجا بلافاصله هر مریض اسمش هست و شما اطلاعات مربوط به اسکین چک رو یا چک پوستی رو مثلا سیو میکنید. همون پرستار که اسکین چک رو انجام میده همون لحظه اتصالات بیمار رو تحویل میگیره. آنژیوکتش نمیدونم فرض کنید سوند فولی داره، انجی تیوب داره و هر چیز دیگه، اینها رو همونجا تحویل میگیره، ثبت میکنه. همه اینها باید تو EPR ثبت بشن که مثلا فرض کنید بیماری که چست تیوب داره، اینجا بهش میگن چست درین، این همه مثلا فرض کنید اون باتل داشت، مثلا فلکچویشن داشت، نمیدونم بابلینگ داشت و اینها همش البته آسونه دیگه، نوشتنی نیست، فقط تیک زدنه. خب این کار هم انجام شد. راند صبح داروهای صبح داده شد، اسکین چک انجام شد، بیمار تحویل شد. بعد کارهای اولیه که انجام شد دیگه میریم سراغ کارهای روزمره که تو اون روز احتمال داره اتفاقات زیادی بیفته. یه سری از مریض ها مرخص میشن، کارهای اونها رو انجام بدیم. ببینید دوستان، ترخیص بیماران، حالا باید این رو یک مفصل یه ویدیو دیگه در موردش بسازم. ترخیص بیماران اینجا واقعا به این آسونی هم نیست، مصیبتی است، چون اینجا بیمارستان و کمیونیتی یا جامعه با هم دیگه وصلن. برای مرخصی بیمار قشنگ بعضی وقتا 1 ساعت وقت باید بذاره که این کارهایی رو هماهنگ بکنید. اینها رو در موردش در آینده میگم. خب شما که این کارهای اولیه رو تموم کردید، تقریبا انگاری بهتون بگم که کمر شیفت رو شکستید و میرید منتظر میشید که پزشکا برن به اصطلاح اوردرهاشون رو بذارن. عموما تو بخش ها، تو هر کدوم از این ایریا 1 یا 2 تا پزشک مقیم هست، عموما 1 بعضا 2 تا. بعد 1 نفر هم که کانسلتنت برای اون ایریا هستش، 1 نفر پزشک فوق تخصص که میاد و به اصطلاح رهبری میکنه این گروه پزشکی رو و میرم مریض ها رو یکی معاینه میکنم. معاینه اینها هم به این شکل هستش که کلا پاراوان رو میکشن،
پشت پاروان مریض رو معاینه میکنن و یک طرح جدیدی میدن، یک پلن میدن. البته اون اسمش اوردر نیست، پلن. میگن آقا این کارا رو انجام میدیم، مثلا آنتی بیوتیک اورال شروع بشه، فرض بکنید که مثلا سنده فروش در بیاد، فلان فلان فلان، یه 4 تا مثلا میذارن این، یا مثلا دیسچارج بشه، فلان بشه. بعد شما اونها رو از طریق باز همون ای پی آر، ببینید این وقتی دارن بیمار رو ویزیت میکنن پرستاری نیست اونجا، اونا خودشون میرن ویزیت میکنن، هیچ نیازی هم نیست، صدا هم نمیکنن فلانی پاشو بیا اینجا، مثلا مسئول شیف کجایی، آقای فلانی، خانم فلانی کجایی، نه، اونا خودشون کارشون رو انجام میدن و اینها. بعد شما بر اساس اون اوردرهایی که گذاشت به شما نمیگن، بعضی وقت البته بعضی از این پزشکای جونیور یا سطح پایین میگن که آقا مثلا فلان کار رو بکنید اگر ارتباطشون خوب باشه، بعضی وقت هم نمیگن. مثلا برای فلان مریض نمیدونم فلان دارو شروع شده، فلان سرم شروع شده، اینها رو میگن، بعضی وقت هم یادشون میره و نمیگن و اینها. هر تغییری در تجویزها باشه فوری در سیستم اینها اعمال میکنن و باید هم اعمال بکنن. خیلی خوب، از اینکه گذشتیم این اتفاقات که افتاد، شما زمان بریکتون یا تنفستون شروع میشه عموما ساعت 10 و 11. اینها ساعتهای بریک هستن. شما نیم ساعت فرصت دارید که از بخش کلا آف بشید، کلا میرید، یعنی از اون ایریا کلا خارج میشید، میرید مثلا در یک اتاق دیگه که حالا اون ورودی بخش هستش، هم برید کلا از بخش بیرون، برید اصلا از بیمارستان بیرون. یعنی نیم ساعت وقت دارید که کلا آزاد بشید و باید هم برید، هر چقدر هم شلوغ باشه، انفجار مریض هم اتفاق بیفته، باید برید، چاره دیگه این نیست. خیلی مهمه این، یک فرصت ریفرش کردن بدون حتما باید بده. خب رفتید اومدید ریفرش شدید، دوباره کارهای روزمره‌تون انجام میدید. باید عرض بکنم که خونگیری اینجا نیست، این یک نکته خیلی مثبته. خونگیری ها همگی توسط پرسنل آزمایشگاه انجام میشه یا خیلی اورژانسی باشه خود دکتر انجام میده. من از زمانی که اینجا اومدم خونگیری نکردم و این رو اینجا داخل پرانتز بگم که شما هر مهارتی، هر کاری اینجا داشته باشید باید مدرکش رو بگیرید دیگه. با اون لیسانس پرستاری شما نمیتونید بیاید دوباره آنژیوکت بزنید، باید برید تو این بیمارستان خودتون یک دوره مثلا آنژیوکت زدن بهتون میذارن و این رو میگذرونید و دوباره از نو. عرض شود خدمت مبارکتون، همه این کارا رو که انجام دادید تقریبا ظهر میشه، کارهای روتین روزمره انجام شد. موقع ظهر با ساعت حدوداً 12 اینها، یه مقدار زودتر یه مقدار دیرتر، راند دوم دارویی شروع میشه. این بار مثلا میتونید شما بگید که من داروها رو میدم، شما مثلا اسکین رو چک کن، جای پرستار عوض بشه مثلا، یا همون شکلی ادامه پیدا بکنه. ببخشید دیگه الان اسکین چکی نیست، همون یک بار برای کل شیفت کافیه. دارو رو یکی از پرستارها میده، اون یکی کارهای دیگر انجام میده، مثلا یک بیمار رو ترخیص میکنه، ادمیت میکنه، یا مثلا میشینه کار خاصی انجام نمیده. این شکلی ادامه پیدا میکنه تا تقریبا ظهر، حدود ساعت 3:30 4:30 یا بعضی وقتا 3:30 4 وقت بریک دوم شماست و شما باید نیم ساعت دیگه برید از بخش آف بشید. ساعت حدود 6 عصر راند سوم داروییه و بعد حدود ساعت 7:30 که پرسنل شب میان و تحویل شیفت دوباره به اون شکل از نو آغاز میشه. تأکید این هستش که اینجا که تحویل شیفت حتما بالا سر بیماران و تو اتاق بیماران انجام بشه، یا لااقل تو در اتاق بیماران انجام بشه که صداتون رو بشنون و بدونن که چه خبره. تو این وسط اتفاقات خیلی زیاد امکان داره بیفته. این اتفاقات همش مدیریتش با پرستاره، اما خب بدونید که تیم‌های مختلفی مشغول هستن همزمان با پرستاران، مثل فیزیوتراپیست ها، داروسازها، مثل کار درمانگرها، پزشکان و همگی دارن برای بیمار کار میکنن. این یک روتین روزانه پرستاری هستش که اینجا پرستارها انجام میدن. احتمال داره بخش به بخش وظایف متفاوت باشه، احتمال داره تو بخش‌های مختلف یک سری تفاوت‌های جزئی باشه، ولی غالباً اسکلت و ستون کاری اینه. تفاوت‌های جزئی هم زیاده، کارهای مختلف در خلال اینها هم زیاده. مثلا تو اون بخش NIV که من هستم، اگر ما یک بیمار مثلا 1 2 تا 3 تا بیمار اکیوت NIV داشته باشیم که اینا در فاز
اولیه نان اینویزیو ونتیلیشن هستن و اون ماسک های NIV. خب این مصیبتیه دیگه، باید هی شما این علائم حیاتیش رو چک بکنید، به مانیتورهای پورتابل متصلن، هی مثلا ماسکش رو این ور اون ور بکنی، اینو آف بکنی یا آبی بخوره، کار حجم کاری به اصطلاح زیاد میشه. اما خب چیزی که من بارها گفتم و ویدیوها ساختم و خواهم ساخت این هستش که روحیه کار تیمی در بیمارستان‌های NHS خیلی بالاست و عموما اگر همکاری اونجا موش ندونه بعضاً تک و توک پیدا میشه واقعیتش. شما به راحتی این شیفت رو به سلامت تمومش میکنید. این کلیاتی بود از به اصطلاح وضعیت یک روز کاری پرستاران. یک نکته آخر رو هم بگم که نرس منیجر اینجا نه به کسی دستور میده، نه میاد چک میکنه این حرفا، خودش میگرده داخل بخش، از این ایریا به اون ایریا، از اینجا به اونجا، بعد اینکه کارهای اداریشو انجام داد، ایمیل هاشو زد و این حرفا، کمک میکنه آگاه. اگر یک جایی مثلا نیرو کم باشه خودش میره کار میکنه، هر کاری هم انجام میده، دارو میده، نمیدونم هر چیزی که لازم باشه، مریض ادمیت میکنه اینها و کوردینیشن اتفاق میفته، تماهنگ میکنه، مثلا زنگ میزنه فلان وسایل رو بفرستید، فلان کار رو بکنید و این شکلی. تماس های تلفنی زیادی باید برقرار بکنید. خانواده زنگ میزنه، حتما باید بعضی وقت خانواده زنگ میزنه میگه خب به من یک آپدیت از وضعیت مریض میدید، باید شما بگید و توضیح بدید و این وظیفه هم پزشک هم پرستاره. خود اونها میگن میشه من با پزشکی بیمار حرف بزنم، بعضی وقتا میگه میشه من با پرستار بیمار حرف بزنم و شما در مورد اون بیمار باید توضیح بدید. یک نمای کلی و یک شمای کلی از شیفت یک پرستار معمولی بود. بند 5 در بیمارستان‌های NHS که احتمال داره باز دوباره عرض میکنم که این متفاوت باشه. امیدوارم که مفید بوده باشه و انشالله در ویدیوهای بعدی ما بیشتر در مورد اتفاقاتی که در بیمارستان ها میفته در اینجا خدمتتون توضیح خواهیم داد. موفق باشید و سلامت.